شما یونس و رجب ما. اولین بار به من شخصان همه چهره‌های شناس بودن، نقص قبول کردن. هر اون چیزی که به من دشواری میکرد از استادان میپرسیدم، به من یاردم میکردن. کودکان رو دوست داشتم. وقتی که با آنها سر و کار گرفتم برای من یک دنیای دیگر بود. در برابر کار کردن با کودکان من همچون جانشین بخش تربیوی کار رو فعالیت کردم. شاگردان من علاقه در ساحه‌های گوناگون فعالیت میکنن، کار میکنن، صاحب اختصاصن. وقتی که پسرچم تلقین 6 ماه شدم پس و پدرشان خانهشان رفتن به همین بیدرک شدن. اساس همین ما بین نبود. جنگ جندو کسی برآمده رفتگی نیستن. آرزوی یگانه من همین بود. خیلی میخواستم که همین کسب روزنامه نگاری داشته باشم و کوششم میکردم. در وقتی که ما مکتب تمام کردیم، سالهایی که ما ختم کردیم، جنگ شهروندی شروع شد. از همین سبب ما که دختران دهات بودیم، ما را راستیگه پدر و مادر اجازه ندادن. یگان مرتبه سراغ نآمدن. حتی گفتن که ما نمیشناسیم. در برابر کار کردن من خانه خودم داشته باشم تا که همراه فرزندام اکنون قرض مهلت گرفتیم از بانک. همین خانه را خیلی بنیاد کردیم. فرزندان پدر من میوردم کردن. هیچ کس پیشگویی کردن نمیتونه که هر دو او رو چی انتظار است از همین خاطر. وقتی که دختر صاحب کسب است، یک اختصاصی خودش داره در زندگی، هیچ وقت پیش پا نمیخورد. تصادفی هم نیو ما ملاقات کرده یک دیگر بعد به یک عائله بنیاد کرده بودیم. به یگام بای بود مناقشه یا که یک دیگر نفهمی. فقط گفتن که باید خانه شونه خبر گیرم، پدر و مادر شونه. در زندگی برای فرزندانی من یک چیز نمیرسه، مهر پدر. همین چیز چی هست که وقتی میبینم یک و یک کمبودی اینا مهر پدر نمیرسه، خودم بسیار همیشه در همین فکر زیق میشم که مثال برای چی فرزندانی من همین چی نمیرسه. اما کوشش میکنم که همین کمبودی را اینا نداشته باشم. به هر نوع کمبودی احساس میشودن در نبودن پدر در عائله برای فرزندان احساس میشود. من به همه زنهای محترم رجوع کرده گفتنیم که وقتی که شکست بخت میبینن این پایان زندگی نیست. این باید که تا وقتی نفس هست، تا وقتی هستیم نفس هست، ما باید که تلاش کنیم به جای برسیم فرزندان خود را به راه درست تربیت کنیم. به شخصانی که میگن ما دست تنها بودیم شکستیم و راه نادرست زندگی را انتخاب میکنن، من میگم که این راه خطا است. ما میتوانیم، ما اگر خود خواهش داشته باشیم میتوانیم که در زندگی موفق شویم و فرزندان خود را با راه درست، با اخلاق نیک، هم خودمان هم فرزندانمان را تربیت کرده راه درست را نشان دهیم.